دوستان مانیسکی هستم. چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از بدوارز. چطورید؟ حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید تا میتونید لطفا ناشو زنگوله هم بزنید که همه ویدیو آپلود خبردار بشید. و اینکه برو بریم به همراه فرسان اومدیم به باز. چطورید؟ سلام بچه حتما لینک کانالمو میذاریم و آره، لطفا تو کامنت ها اگه پیچ هیچ ندید. ندین بچه بالاخره ما هم داریم زحمت میکشیم ویدیو میسازیم. حتی من اینکه آپلود میکنم خیلی فشار رو چون میزنم حالا یه سری چیزا حالا به هست. دلایلی آره اینکه دیگه، نت و این داستانا. اوضاع برق ایران عالی، برق ایران لایتینگ لایتنینگ خب لایتنینگ بذار رو من چو استارت کنم یه بریم اسم بزن. تیری دیگه ایشالله. آره دیگه. خب بچه ایشون دفعه افکت فاینال خریده. من هنوز کلا 600 تا کوین دارم. من پیش زودتر شروع کردم. آره خب تیپ رو بکن، تیپ به درد نمیخوره. وقتی تیپ نداری و تیپ سفید منظورم ها، بچه حتما سابسکرایب کنی. سابسکرایب مهمه. الان 20 ویو گرفته اون ویدیو، ولی ولی یه دونه سابسکرایب کلا گرفت. مانی پله بکش. و اینکه بچه بیدلیل نرید بگید که ساب کردم اما ساب نکرده باشید. بسه مانی بسه، خیلی میدی. برو کنار، میخوام تلی بزنم. ای بلاکام تموم شد، میخواستم بر بچه هم موبایل کنم. بچه اگه میخواین بدوارز چالشی هم شروع کنیم حتما بگین، چون بدوارز چالشی حتما اگه دوست دارید بچه بگین. اگه براتون سوال چه دلیلی تقدیم میکنم، فعلا دارم تمرین میکنم که اوکی شما خیلی خوب نیستم، دوست دارم نمیخوام خیلی دل زیاد بدم. چی بدی؟ دد 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 دد. آها بابا منظورم نرگه، آها. نرگ حقه. آره من بذار موندم جمله چرا سنگی. تیرکس دیگه کیک نمیکنه، اصلا هیچ کس رو کیک نمیکنه. چرا اتفاقا نبودی، من چند نفر رو جلو بند کرد. بن نه کیک. بس خب همچی بند یه به سر دلیل چی؟ به دلیل چی؟ چیتی اوتو. چیت اوتو آره دیگه نمیشه اعتماد کرد به ایرانیت، خودمونم ایرانیم. همه اوتو میزنن لامصبا. بعد به من میگن سیاباخ، به من نگین. به من میگن یارو داره بتمنی. با سورد دایمندی میزنه، توقع نکشتن منم داره. سورد دایمندی بله اول مچ بیس بلو رفته ها. میدونم، دقت کردی؟ زدم. کور نیستم. به من میگن به من بتمنی. میگن بتمنی. سس اگه بس دل نمیدم سرسری. بس بابا. میخوام با درک بزنم. یارو چه دمیجی میخوره، چه حال میده. من دیگه اصلا زدم. انگشتم نمیرسه به فنگ. آه. وای بچه انگشتم به فنگ نمیرسه. کمک. یه هندکم هم باید بذاریم. هندکم حالا من فعلا خودت میدونی در چه وضعیت. بچه اگه میخواین مانی فیس ریور کنی حتما تو کامنت ها بگین. ترسم نیست، خیلی بک‌گراند جالبی دارم. بالاخره منم خب بک‌گراند جالبی من ندارم. باید چک کنم بکم رو ادیت بزنم نیفته، ریموف کنم بک‌گراند رو. من بک‌گراندم خیلی جالب بود مانی. نه
بعد میخوای بچینم تصویر منو شلبون. بذاری تو ویدیوات؟ حالا باید ببینیم چجوری میتونیم هر اوکی موقع کنیم. فیس ریور کردی فیس شدی دوم دوم دوم. خودم فیس مانیو نمی ولی کاش که میشد هند کمتو بذارم. اگه وب کم داشتی وصل کردم. به من میگه نمیدم مانی خودت داری میگی. آروم دارم میخونم. دو نده. به من میگم نه آروم میخونم. به من میگه بابا مثل آدم بخون. هیتر. این هیتره. من مطمئنم چون شبیه هیتراست. انقدر من هیتر دیدم این چند وقت دیگه اصلا اعتماد نمیشه کرد. بیس چه این چرا شبیه بیس یلو بود؟ بچه اگه دوست دارید با آپاراتر و یوتیوب آپاراتر منطقی یوتیوبر بشید با حالا آپاراترهای بدوازی مثل کسانی که بچه یه ذره هول بدید 50 تایی بشید. حتما من یه سال چنل دارم هنوز 26 تا. قسم حساب کن تو خیلی وقت بود ویدیو نمیذاشتی. من شروع کردم تازه و ویدیو دارم میذارم. چند روزی که ویدیو نذاشتیم حالا یه سری به دلیل امتحانات و این داستان یه ذره مشغول بودیم و نشد ویدیو بکنیم. اصلا ما اصلا بیشتر نه ولی بالاخره به نسبت امتحانا و اینا ما داریم خوب چیز میکنیم. خدا وکیلی بچه چه دیگه لدر حمایت کلاچی بکنیم. کردم. فرستم بعد بریم بلک لدر کلاش یاد بگیریم. این نمیشه. حتما مانی ما اول تلیات بگیریم. بچه ها دیدید موبایل به من میگم بتمنی ده نمیدم بیبری ببینه منم. یا ابوالفضل کل آهنگ وای رو میکس کرد. وای دمیلش 2 بود. بچه اگه دوست دارید ریمیکس آهنگ بسازیم با مانی نه فرسام کپی رایت میکنه. آهنگ بسازیم بده. نه بسازیم یا نسازیم بسازیم یا ریمیکس کنیم. نه بسازیم مثلا بعد بریم من اجازه بگیریم از همایون شجریان بریم اجازه بگیریم. نه خودمون بنویسیم شعر رو به من بر میگن خودمون ممنوعی. نه دیدی ببین اینم من رپ میخونم چون که رپ آدمم میخونم ولی آب چون که آدمم. نه آقا من رپ میخونم چون که رپرم. اگه رپ نخونم از جونام کم میشه دیگه بی جون میمونم. آره من رپ میخونم. همکنون ریمیکس فرسام. الان پوتک میاد میگه چی؟ الان پوتک میاد میگه نسل 90 ها چه آها بیخیال. مانی اگه پوتک دنبال سابسکرایبت کنه چه حسی داری؟ حس عالی. حالا ببخشید اگه پوتک جان میبینید بگید من غلط کردم همچین کار کردم. حالا شما به دل نگیر. به من میگم بچونی دلی میدم بربری نون بربری. بربری نون بربری. بربری. من این نمیدونی بس من بربری دوست داره. آره بربری دوست داره. جدی میفرمایی؟ واقعا بس من ایرانی هستم. برو جی بابا. یه چیزی بیا واقعا اصلا بس من ایرانیه. گر موزیگرش. بابا هالیوودیات از ما کپی رایت کردن. یوتیوب کپی رایت. نمیدونم یوتیوب بتمن کپی رایت زدن خارجی ها. الان
بتمن واکنش همین صادقانه بازیگر یوتیوب چیکار کنم؟ نه بازیگر بتمن میگه آره من ایرانی هم بربری هم عاشقشم. میگه داداش فورتنایت بازی جالبی نیست، پلی نده. اومد بابا من تا باید شدم بدمون رفت چه جالب. منم باید شدم بزن. بودو تایم ویدیو تمام کنی. نه اوکی 10 دقیقه است. اونا میشه اوکی. خب بچه ها مرسی. اصلا چی میگی؟ نگوش نکن. خیلی ممنون که تماشا کردی تا یه دیگه خدا، ولی خدافظ نه. اوه خدافظ. داداش خدافظی نکردی، اسکمت کردم. میدونم خوشی ولی بعضی بچه ها اوقات من میدونی ما یادم شاگرد میره. اولی کلاسیم بچه ها. بچه به خدا یه چیزی میگه. شاگرد این اول شکلیه مانی بچه آخر کلاسه. راست میگه چون نزدیک تهم. داشت من ته تم. ای کی بود؟ نیفت من بل کرد. بچه این مپه چقدر دکمهش عجق وجقه. بسم الله چرا اسم نگرفت یه ثانیه. آه داشت به دوستات نتونستی با من فایت کنی. زنگ زدی به دوستات اومده. زنگ بزن دیم زنگ بزن پلیس. اینم از شانس پلیسه. طور آمبولانس. برو آمبولانس گرونه، چه ربطی داشت؟ تور پلیس گرونه. زنگ بزن پلیس که اینم شانس پلیس. تور یوتیوب تغییر دادیم، کپی رایت نیست. کیل خور میخواستی کیل خور نکردم. میخواستی بخوری دور دمجت کم بود. چی دمجت مانی کم بزن. بود؟ مانی یارو بزن من میدم بیسشو. مانی بابا میگم اچ بیم کاور خیلی بگیر. کمه. آره 17 اچ خودت بیم گفتی کم شد. مانی نکن انقدر درک نکن. اینم از شانس بلوه ها. بچه همتون پلیس شدن. ASMR. مانی بگیر یارو دیگه. آره میگیرم همین حالا بریم کاش تومور کرد. بسم الله مانی دروغ نگو. بابا بکپ ببینم. ای بابا 3 نفره میریزم. مانی بیا کمک بابا دیگه. وایسه من زد گیمم دوباره. نگو که دوباره کیبوردت. آره مشکل پیدا کرده. کسی نسبت دارم پول بدم. همینو تعمیر کن. نمیخوام بود بابا پولش بیشتر. اون کیبورده که بهت گفتم و پولاتو جمع کن بخر. باشه منم تونستم اونو بخرم. دارم میگم پولاتو جمع کن. اون پولم جمع نمیشه کلی بزنس. ها پس من چه شلی 3 تومن جمع کردم. شنیدید یه صدای اومد؟ کی باشه؟ اوکی صدا من بچه ها آره داشتن. بابا مانی بلاک میاری دایمنده. رفتم بشه یلو نه اشکال نداره ول کن. بشه یلو بیس یلو رو انشالله میزنی دیگه. این بشه کجا؟ بیس مثلا یلو بیس نداره. همین چی خب میگی؟ من حواسم به چیزی نیست. این یارو کناریه اسکیبورد. اسکیبو اسکولار برد
بلو چطوری؟ CCPS با باترفلای گرفتم برگام. بلادیه ها؟ مش اداری نیست. باترفلای نه درک. بدمون مانی بدمون. وای اسکلو هم وای 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 اسکلو هم وای چه بسم شکلی الله بلو بلو کمبویم بلو. گرفت. بابا دمیج من 20 بود یارو با 2 تا دمیج منو با 2 تا اتک منو زد. به نظرم نیل سوالش چی بود؟ تروی سگ. سوالش چی بود؟ بچه مجبوریم یه ذره کمپ کنیم بچه. مانی حالا پیدات نمیکنن. من برم فاینال شده فاینال کی میخوای بلو رو بری؟ بزنم منظورم. بلو بعد حالت خوبه بیس گیرینه اه مانی. زنگ بزن اوه بولولو لولولولولولو زنگ بزن لولو دمیجت 9 ها. نه ها ها نه ها. سلام بولو. بلاک هم نداره. سلام خوبی؟ مانی پشت سرتن ها. آره واو دوستان عزیز امیدواریم که فصل یه لابی بده بزنیم. دوستان عزیز امیدواریم امیدواریم این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک کامنت سابسکرایب زنگوله فراموشی نشه. کامنتتون هم هست منم دنبال ترسم هم کنید. لینک چنلش رو میذارم حتما دنبال کنید تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار. خدا